یکی از نکات مهمی که باید واسه غذا دادن به دوبرمن‌ها اینو در نظر بگیریم، چون دوبرمن‌ها الان پاپی و خیلی کوچولوان در حال رشدن، باید حتما به رژیم غذاییشون و کلسیمشون واقعا توجه کنیم که تو این استخون بندیشون درشت بشه، عضله‌هاشون قوی بشه و عضله‌هاشون خیلی مرتب و خیلی قدرتمند بخواد تشکیل بشه. برای همین من توی این رژیم غذاییشون که همش گوشت و مثلا استخون و گوشت و پروتئین گوشتی بهشون میدم، دو تا برای هر کدومشون 2 تا قرص کلسیم توی غذاشون میریزم که این برنده که الان دیدیمه برند ترکیه‌ایه، برند خوبیه و برای کلسیمشون به عنوان مکمل داره برای اینکه بتونه مثلا اون نیاز کلسیم بدنشون رو برطرف بکنه و تقویتشون بکنه. من اینا رو استفاده قبلا من این قرصا رو میدادم تو دهنشون میذاشتم که خیلی سخت بود و خیلی از پاپیا اذیت میشدن، ولی الان یاد گرفتم اینا رو خورد میکنم، چون اگه درسته باشه توی غذاشون بریزی خودشون برمیدن میندازن بیرون از دهنشون، نمیخورنش. حالا طعمش چطوریه که اونو دوست ندارم بخورم، ولی من اینا رو خورد میکنم بعد میریزم لای غذاشون. و اگر توجه بکنین توش پوست تخم مرغ هم که کلسیم خیلی زیادی داره خورد میکنم داخل غذاشون، هم میزنم مخلوط میکنم و اونا دیگه نمیتونن اونو جداش کنن و خواه نخواه میخورن و جذب بدنشون میشه. توی غذاهاشون من معمولا گوشت و مرغ و حالا تلاشم رو میکنم که براشون پروتئین و نشاسته کامل هم بهشون بدم. مثل بعضی وقتا یه مقدار سیب زمینی یا یه مقدار بلغور گندم و جو اینا بعضی وقتا هم بهشون میدم که